سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان. خب بریم اولین سیگنال و ترید لایو سال 2026. انشالله که سال خیلی خوبی داشته باشن همه عزیزان در این سال نو میلادی، سالی پر از سود، پر از برکت، پر از سرمایه و ثروت و سلامتی. عزیزان تایم 1 ساعته طلا هستیم. یه سقف تاریخی طلا تشکیل داده، عدد 4551. یه حرکت نزولی انجام داده که از نظر من این حرکت نزولی حرکت لگ 1 هست. پس الان شاهد اصلاح هستیم که دوباره بازار برگرده به سمت پایین. پس صعودی که ما الان داریم صعودی هست که اصلاحیه. پس خیلی خوب شد که الان قیمت داره اصلاح میکنه و ما میتونیم برای معامله فروش اقدام بکنیم. حداقل برای این کف، این لویی که روی عدد 4278 یعنی 4278 تشکیل داده، پس این لو باید زده بشه. پس تا قبل از اینکه این های تاریخیش رو بزنه این لو باید زده بشه و بعد بره برای عدد 4278 ببخشید 4278 اولیشه و تیپی بعد میشه عدد 4242. این لیبل هایی که ما الان به دست آوردیم. پس ما میتونیم از اینجا این محدوده اینجا دنبال سیگنال ورود باشیم تا 4497. اینجاها منتظر یه تریگر ورود باشیم برای فروش سل تا 4278. اینم بعدی متا تریدر 4 اینه که یه فلش نمیتونه بکشه. پس هر چقدر بالا بره دوباره باید برگرده 4278 رو ببینه. عزیزان اینجاها طبق سیستم و استراتژیتون دنبال سیگنال فروش باشین. ببینید الان کندلا مثبتن ها،